محمد سعید داعشی با همسرش، منیژه و خواهرش دلارام را سال 2014 او به سوریه برد. مادر را سرگردان کرد. برای همین رفتگی مادرم گذشتگی بود، برام هم سراغ رفت. این هم گلشرف سعدالله و مادر محمد سعید که بعد 6 ماه کشتن پسرش در جنگ به سراغ جسدش سوریه رفت. فهمیدگی بودیم که گذشتگی همون صدا اونه که نمیگفتیمش. بعد آخرام فهمیدگی ایده مردم فهمید خیز برام رفت. مقامات تاجیک گفتن گلشرف زنده نیست. اقربایش به این باورند که او بر میگردد. ما خوب میخوایم که مادرم همینجا باشه، نمیخوایم که دوست کیره نمیفوره مادرش که در خواتش باشه. مرادعلی حلیم و فرزند دیگر این مادر را با لقب باس می شناختند. با اطلاع مقامات تاجیک او از سربازان گروه تندرو دولت اسلامی است که در اوکراین بازداشت شد. اوکراین او را به تاجیکستان استرداد نکرد. رادیوی آزادی از دادستانی اوکراین توضیح خواست اما هنوز پاسخ نگرفته است. چند نفر اونها به دولت سوریه رفتند و چند نفر دیگری اونها زندانی شدند. نورالله حلیموفی 45 ساله را با پسری 19 سالش در راه به سوریه در ترکیه بازداشت کردند. 15 و 12 ساله در تاجیکستان زندانی شدند. سعیدالله و خوشوقت حلیموف ها برای همکاری با داعش از 15 تا 17 سال حبس شدند. حالا عائله این زندانی ها در خانه برادرش هستند که با برادرانش هم فکر نبودند. آنها 2 نفرند. یگان کسی که همه ندیدگی این دل چیز نمی شود که دلش نسوزد به اینها. نه که خیر گمراه شدن رفتن. داعش 14 نفر را از این عائله برد که احتمالاً این کودکان معصوم 17 سال بعد به دیدار پدر می رسند.